салому дуруд ба бинандагони шабакаи моҳвораи Паймони ТВ. бо дархости зиёди шумо бинандагон дар ин навор бароятон омӯзиш медиҳем ки чӣ гуна бояд ба шабакаи моҳвораии мо пайваст шуд. барои ин харидани мавҷгири нав лозим нест ва танҳо бо пайваст кардани як сараки мавҷгири LMB ё ҳамон галовкаи иловагӣ метавонед ин корро анҷом диҳед. ин мавҷгири ҳотбёрд аст ки бештари шумо аз он истифода мекунед. нигоҳ кунед. ҳотборди 13 дараҷаӣ ва ин ҳам шабакаи PMC мануту. бо ҳамин мавҷгир шумо метавонед ба моҳвораи Ютелсат пайваст шавед. барои ин як дона сараки мавҷгирӣ лозим дорем, як дона дастақайчӣ ва як дона хамут. дастақайчиро бо хамут рӯи сараки мавҷгирии ҳотборд мечаспонем. симро бо LMB Ютелсат пайваст ва сипас танзим мекунем. ин ҳам моҳвораи Ютелсат ва ин шабакаи мануту ки дар аввалин мақом пайдо шуд ва ҳоло мо онро танзим мекунем. инак моҳвораи Ютелсат танзим шуд ва чуноне ки мебинед фосила байни ҳарду сараки мавҷгирӣ хеле кам аст. акнун метавонед бо ҷустуҷӯ дар ин моҳвора шабакаи Паймони ТВ-ро ҳам пайдо кунед. чуноне ки мушоҳида кардед, заҳмати зиёде сарф нашуд ва пайвастанаш ҳам бисёр осон аст. акнун ки ёд гирифтед, ҳар як аз шумо метавонед аз таҷрибаи пайвастан ба шабакаи мо як навор сабт намоед ва ба мо ирсол кунед. беҳтарин навор ба ҷои ин навори мо ҳамчун навори омӯзишӣ истифода хоҳад шуд. мо метавонем барои бехатарӣ садои шуморо иваз кунем. бо мо бошед ва барномаҳои Паймони ТВ-ро пайгирӣ намоед. нишонии мо дар моҳвораи Ютелсат. моҳвора Ютелсат 7B, мавқеият 7 дараҷаи шарқӣ, фреконс 11262, суръати нишонӣ 27500, поляризатсия HFEC 5/6. خب سلام علیکم هموطنان عزیز، بینندگان گرامی. اینک باز در برنامه نوبتی هفتگینه ما قرار داریم و یادرس میشوم که ما شما الان در کانال یوتیوبی پیمانی ملی تاجیکستان قرار داریم، یعنی بخش مستقیما در همین کانال یوتیوبی پیمانی ملی تاجیکستان منتشر می شود و همزمان آن در شبکه ماهواره‌ای پیام TV که در تاجیکستان هم به اون دسترسی داریم همزمان پخش می شود و از تمام هموطنان دعوت به عمل می آورم که به کانال ماهواره‌ای پیام TV پیوست شوید که تبلیغش رو، یعنی رکلامش رو در شروع برنامه دیدید و شاید در مابین برنامه هم مونیم و در آخر برنامه هم حتما میمونیم و اگر شما خوب دریافت نکردید، نفهمیدید و به شما متنی لازم باشد که یعنی مکان همین شبکه ماهواره‌ای ما رو به شما داده باشیم، میتونید تماس گیرید، در فیسبوک با بنده تماس گیرید، من به شما روان میکنم و به کانال ما پیوست شوید و همه اون شهروندان تاجیکستان، تماشابینانی که بیرون از جمهوری تاجیکستان ما رو تماشا دارند، مخصوصا مردم بدخشان که این روزها در بنبست کمونیکاسیونی و اطلاعاتی قرار دارند، همه ساکنان بدخشان که الان
ما رو تماشا دارند از شما احترامان خواهش میکنم که با خشت بور خودتان در بدخشان همین چیز نشانی یعنی سراغه ما رو رسانید و بگذار آنها با ما پیوست شده باشند و کسانی که این کار رو کردنی باشید و خواهید که به طور متنی به شما یعنی نشانی این محوره رو ارسال نمایم با در فیسبوک من تماس گیرید من به شما به همتون اون رو ارسال میکنم. این بسیار مهم است که خب چرا در بدخشان امروز اینترنت نیست؟ به خاطر اون که همین مبارزه ما به خاطر بدخشان را مبارزه تمام تاجیکان اونا وابسته از زاده کدام منطقه باشد. خیلی که شما در شبکه یوتیوب و دیگر شبکه ها پیگیری دارید اکثر مردم تاجیک امروز در حمایت از مردم بدخشان آواز بلند میکنند و مردم بدخشان را یعنی اون مردمی که امروز استاد شده اند در مقابل ظلم اونها را تنها گذاشتنی اند و بگذار میخواهند که آنها احساس تنهایی کنند و احساس ضعیفی کنند و به هر خواسته که اینها میخواهند اونها تسلیم شوند و ما باید هر کاری کنیم که همین پیام خود را به بدخشان و به کل تاجیکستان رسانده باشیم و این خب این وظیفه اولین درجه تمام مبارزین نوابسته از آنه که شما چی نظر نسبت فرض کردیم پیمان ملی داشته باشید یا یگان گروه دیگر اگر شما آزاداندیش باشید اگر شما رحمانوف و رژیم خانوادگی او را یک خطر تهدیدی برای هستی ملت تاجیک می شمارید هممون باید دست به کار شویم که نوابسته از آنه که شما شیرزمان فلیم را چشم دیدن نداشته باشید یا یک مبارزه دیگر را چشم دیدن نداشته باشید ولی هر کاری کنیم که پیام ما من هر کاری کنم که پیام او دیگر برادران مبارز به تاجیکستان به هر واسطه نباشد رسیده باشد و شما هم هر کاری کرده باشید که پیام ما به داخل تاجیکستان رسیده باشد. این نهایت مهم است. از همه خب جا طلبی ها یعنی امبیسیه های ما همین بالاتر است. امبیسیه بالاترین این است که امروز پیام ما به داخل تاجیکستان رسیده باشد تا که مردم تاجیکستان هرچی بیشتر با خبر شوند و از تماشابینان از هواداران ما میخواهم که فکر و اندیشه خود را پیشنهادهای خود را به ما ارسال نمایید. شاید در بین شما نفرانی باشند که ایده های خیلی جالبتر داشته باشند چه رقم ما همین پیام ها را به داخل رسانده توانیم یعنی راه و واسطه های رساندن پیام به داخل و راه و واسطه های جلب بیشتری تماشابین از داخل به همین برنامه های ما را برای ما مصلحت میدادید و با هم ما کاری کنیم که مردم تاجیکستان هرچی بیشتر درک پیدا کنند. خب امروز چون کمی با فرمت برنامه های خب همین شنبگی خودمون برمیگردیم یعنی فرمت چخیل بود ما خبرهای هفته را خبرهای کی بنده خودم اونها را جالب می شمردم و مهم می شمردم که با شما هم رسانی کرده باشم همونها را من اینجا ابراز می نمایم و از شما دعوت می کنم که در زیر این نوار در کانال یوتیوبی پایمانی ملی تاجیکستان شرح ها نویسید پیشنهادها کنید سوال ها گذارید
و ما بگذار ما چی داشته باشیم، یعنی تماس دو طرفه داشته باشیم و ما از پیشنهادهای شما با خبر باشیم و شما با همین شرح در زیر نوشتن ها شما همین نوار را در روی خطی خب یوتیوب بالا میبرید و ما هرچی بیشتر مردم تماشا همین برنامه رو خواهند کرد و پیشنهادهای شما میتونن باعث پیشروی خب صفت و محتوای برنامه های ما میتونن باشند. و کسی که از تماشابینان شاید بسیار تماشابینان ایراد میگیرند نسبت فرض کردیم طرز گویش بنده یا طرز بررسی مسئله ها از طرف بنده یا از طرف دیگر نفرانی که در این کانال ما و در دیگر کانال های مبارزین برآمد میکنند، شاید شما بسیار وقت ایرادها میشنویم میخونیم در شرح و شاید کسی از شما چی داشته باشد، یعنی اشتهای پیاده ساختن کدام برنامه در کانال یوتیوبی پیمانی ملی، در کانال ماورایی پیمانی ملی یا به دیگر شکل میخواهید که با مردم صحبت کنید، تماس گیرید. ما به شما امکان میدیم که شما با مردم به واسطه صحبت کرده باشید و اون صحبت های شما را از طریق خب شبکه ماورایی پیام تیوی در تاجیکستان هم پخش میکنیم. این بسیار مهم است و امروز من چند خبر جالبی را که این خبرها هم نهایت مهمند ولی در زیر سایه واقعه های خیلی ناخوش و خیلی وزنین بدخشان ماندند، ولی این واقعه ها هم از باید قابل توجه ما باشند و این یکی از همه این نشانگر آن است که اگر کسی حتی از جانبداران این حکومت کمی هم باشد نظر انتقادی نظر تحلیلی می داشت از چنین خبرها درک می یافت که این حکومت و این رحمانوف و دار و دستش در اصل چی رقمند، یعنی کی هایند ولی وانمود خود را چخیل میکنند. یکی از همین خبرها این ابلاغ نوبتی خب یکی از جوانان تاجیک مطمئن بود که موسم ابلاغ پس سر شد و به خاطر خب خبرگیری مادر بیمارش به تاجیکستان آمد و در فرودگاه کولاب بازداشت شد و به ارتش سفربر شد و چنین خوب اطلاع است که من بعد در تاجیکستان در طول 12 ماه در 24 ساعت ابلاغ و ادامه پیدا خواهد کرد و اینها این را یک آمادگی پیش از خدمت حربی قلمداد میکنند، لیکن در اصل و باور بنده من که در همان روز و ساعتهایی که همین رسما فروش وین بلیت یعنی بلیت های حربی رو قانونی کردن، بنده در یکی از برنامه های چند ماه پیش گفته بودم که این ابلاغ رو به مراتب زیاد میکند، من بعد ابلاغ به خاطر پر کردن یعنی نقشه میمونند برای هر یک نوعیه چقدر خب مبلغ رو شما باید جمع آوری نمایید از حساب فروش
بلیط های حربی یعنی خدمت الترناتیوی که گفته استاد. اکنون همین 24 ساعت و 12 ماه که اینها اکنون در 365 روز ابلاغ کردنی هم، اگر او در عرفه سفر برکنی و خب چی میگن اوکامپلکتوانی میگن، با توجیکی نمیدونم چی میشود، خب قسمای حربی اگر پر را خب چی شوند همین نقشه رو بود کرده باشند، در مابین این از معرکه سفربری تیرماهی تو معرکه سفربری باوری و از باوری تا تیرماهی من بعد ابلاغ به خاطر فروش بلیط های حربی می شود و به خاطر تمام می شود. فرض کردیم یک جوان رو ماه یون یا ماه ینور ابلاغ می کنند و پیشنهاد میکنن که بیا همین قدر 25,000 رو نمیدونم چند سومته ما برای خودت چی میتیم بلیط حربی میتیم و دیگر پروای خدمت رو نخواهی داشت و خب اگر نه ما شاید در برابری خب ابلاغ یگان پرونده ای را جور کرده میتونیم، یعنی با هر فشار یکی اگر همون 25,000 تیاد و بلیط حربی خرد، دیگرش شاید همون 25,000 نداشته باشد و بعد میگن که خب بیا پس 2,500 تی خب بعد برو رسی یک کار کن، دیگر ما مزاحمت نمیشیم. و همین به فکر من چنین خطر وجود دارد، خطری که خیلی که برای 36 بود. خوروخ امروز در خوروخ که هر سر قدم بلاک پست های نیمه نظامی مستقر شدن، مقصد اساسی از همین 36 و نمیدونم چی و چی تمجویی است، پول کارکنی است و ما شاهد بودیم که چخیل مردم را اینها از مردم پول میستوندن و کسی که پول نداشت پرونده سازی میکنن و همین خیل میترسم که عیناً همین 36 برین در همین بلیط حربی فروشی هم یک نقشه برای نوع جور میکنن، نقشه جمع آوری مبلغ به بودجه ناحیه، شهر، ولایت و به همین و در برابر این اون نقشه که جوری شد چی در انداز باشد، چی در فرض کردیم تمام ساحه هایی که مبلغ با شهروند کار میکنند، اونها در برابر نقشه باز برای کیسه خود هم کار میکنند. اگر حکومت گوید که برای من برای یک ماه فرض کردیم تو بازرس دولتی اتومبیلی که پستگاه در دو ورود و خروج هر ناحیه گذاشته ایم، تو به دولت همین قدر باید بیاری، فرض کردیم ماه 100,000 همین پستگاه شوراباد بیارد برای بودجه محلی یا جمهوری، در برابر این همون پستگاه شاید دو برابر همون 100,000 به کیسه خود هم جمع می آورد. این طبیعت خب چنین عملهای غیر قانونیه که در تاجیکستان در طول 30 سال استقلالیت پیاده می گردن، عملی شده استادن و ما چندین بار شاهد چنین عملها، چه پول جمع کنی در بیمارستان باشد، چه پول جمع کنی در دبستان باشد، چه پول جمع کنی در پستگاه های سر راه باشد، در هر جای نباشد ما شاهد تمجویی می شویم و همه اون نقشه هایی که برای غنی کردن بودجه دولت
اینها پیاده می سازند، باز همان مقدار دیگر برای جیب خود هم کار می کنند و این اولین است ولی آخرین، ابلاو میانداری اولین است ولی آخرین نخواهد بود. خبر دیگری که این هفته جالب بود برای من و جالب هم نه اون نگران، خب برای من این اثبات بود، اثباتی که من به این هم میدونستم، اثبات الوتن، یعنی الوتن اثبات شد اون چیزی که من میدونستم. ولی بسیار از مردم ما خود را یا به نادانی میزنند یا میخواهند فریب خورده باشند. اکثر وقت همین فیصد بیشتر مردم در تمام دنیا همین خیلی است که اونها آماده‌اند هر دروغی را باور کنند اگر برای حقیقت کمی خطر داشته باشد. حقیقت رو دانستن کمی برای اونها ناراحت کننده باشد، اونها ترجیح میدن که خب فریب خورده باشد. و یکی از چنین فریب ها این جانبداری، یعنی جانبداری یا چی بگویم حمایتی رحمانوف از تاجیکان او برای دریا، از تاجیکان افغانستان، تاجیکان پنجشیر، یعنی حرکت مقاومت خب افغانستان، مقاومت ملی به فکرم نامش بود افغانستان که با سروری احمد مسعود چی می شود عمل می کند و رحمانوف خود را یکی از حامیان ایشان قلمداد کرد و حتی در دنیا به این بنده خدا باور کردند و در دنیا امروز حتی سفیرش را که دخترش را که سفیر در بریتانیا کرد، شاید این تعیینات مورد قبول بریتانیا محض به خاطر موقعگیری رحمانوف در مقابل طالبان شود. این یک به چشم خاکپاشی بیش نیست. ببینید در هفته سپری ما شاهد آن شدیم که بار اول افغانستان در طول سر قدرت بودن رحمانوف بار اول به حدود افغانستان بار خب مواد سوخت، مواد سوزشواری به طور ترانزیتی وارد این خاک شد به همکاری با بیزنس خانواده رحمانوف. ببینید چند حکومت از امید کرزی تا حتی از برهان الدین ربانی تا کرزی تا اشرف غنی نتوانستند که همین کار را پیاده سازند، یعنی نتوانستند که به میانجیگری تاجیکستان مواد سوخت را به افغانستان وارد کرده باشند. و این میانجیگری خیلی که مرحوم حاجی عمر نقل کرد پر را توسط تاجران بود یا فراز بود، شمس الله صاحبوف به افغانستان وارد می شد و همه درآمد را او با شریکان افغانی خود که نیز یک مافیا از اون برای دریا و یک مافیا از این برای دریا و مافیا دیگری شاید در قرقیزستان هم بود و این دعوای مرزی ما و قرقیز هم قربان همین بیزنس اویلا شده بود. امروز طالبا آمدن و رحمانوف را یک پول یک پیسه نحسابیده توسط خاک تاجیکستان بنزین و مواد سوخت را وارد به افغانستان کردند. از پیش فوکی شمس الله صاحبوف، امام علی رحمانوف و دیگرها گذرانده
گفتند که شما را فورد نفورد ما از این را وارد میکنیم. یعنی ترس رحمانوف از طالبان در مقابل تمام حکومت تا طالبان، رحمانوف حتی نسبت روسیه رحمانوف خوب چیز خود را جاری کرد، یعنی گپ خود را گذرانده. اون روز ساعتی که خب مواد سوخت را پوتین با رحمانوف امضا کرد که خب خروج از روسیه و ورود به تاجیکستان از باج خروج، یعنی روس ها برای مواد پوره، یعنی محصولات پوره، محصولات پخته، یعنی خامنه و محصولات پخته، بنزین و سلیارک و اونو، روس ها برای خروج آن باج گمرکی دارند و در مقابل شریکان خود اون باج گمرکی را چی در برای بلاروس باشد، قزاقستان باشد، قرقیزستان باشد، چون این باج وجود ندارد و برای تاجیکستان خیلی پافشاری کردند و در مقابل بعضی حربی و یک گله چیزها گذشتها همین چند میلیون تن، چند هزار تن یا میلیون تن بنزین را اول روسا شرط گذاشتن که اینها را ری اکسپورت نکنید، اون چیزی که به شما میتیم او برای داخل شما است، به دیگر جا او را اگر انتقال دید ما او را به شما دیگر نمیتیم. لیکن بعدا با پافشاری رحمانوف به موافقه رسیدن که یک لیمیت، یک چیز معین میکنن، لیمیت معین میکنن، یعنی تا همین قدر و شما به باج گمرکی میدیم، از اون بالا با باج گمرکی و همون به باج گمرکی را شمس الله صاحبوف پویده از اون طرف گرفته به افغانستان انتقال میداد و اونم کمی میکرد و باز از قرقیزستان دزدیده قاچاق میبردن به افغانستان انتقال میدادن و امروز طالبا آمدن همین چیز را مغازه را بستن و تا چه حد طالبا همین خیلی باقی خواهند ماند. شاید این یک واسطه فشار بالای رحمانوف باشد که و رحمانوف بیاید اونا را اعتراف کند، با آنها مناسبت دیپلماتی برقرار کند و همین بازار را باید شاید کشایند. خیلی که برای قرقیزستان بود، در اونجا مثال در مرز شهروندان ما کشته می شدند، در مرز جنگ می شد، ولی اینها به خاطر همون قاچاق خب مواد سوخت باز می اومدن موافقه می کردن و رحمانوف خب اویلش همون مواد سوخت رو می گذارن و اخیراً همین حکومت امروزی خب قرقیزستان آمد همین بازارش رو تنگ کرد و امروز دیده ایستادیم که طالبا هم همین بازار رو تنگ کردن دارند و رحمانوف نتوانست بگوید که نه، اگر از ما نخرید دیگر توسط خاک ما شما هم نمیدارید. برای تمام حتی برای روس ها توانست این شرط گذاری رو کردن، لیکن برای طالبا نتوانست. بجز اعلان های خشک و خالی رحمانوف دیگر در این مسئله ها ما شاهد شدیم که رحمانوف هیچ است و اونه که دشمن اعلان کرده است، طالبا را دشمنش اعلان کرده است و با اونها گویا چیز دارد، کنفلیکت دارد، آمد راحت مواد سوختشان رو گذرانده. یک خبر دیگر هم خب در رادیو آزادی برآمد، نمیدانم اونها این خبر یک از امور نو است یا اونها تعلیل کردن. راستی گپ کمی همینجا حاضر برای خودم سوال پیدا شد، یعنی مقدار اهالی تاجیکستان به 10 میلیون نفر نزدیک شده است و در این مطلب گفته می شود که تعداد مردان از تعداد زنها
کمی بیشتر شده است، یعنی حدود 52% بر 48% همین قدر، یعنی مردها بیشتر شدند. و اگر به این نوبت گیریم که خب زنها خانمها از مردها دراز عمرتر هستند، یعنی اگر پیرانسالان زن از پیرانسالان مرد زیادتر باشند، فرض کردیم از سن 55 تا 80 و بالا از اون، البته که تعداد خانم ها خیلی بیشتر است، چون این در دنیا چون این تجربه است، چون این آمار است، یعنی با سببش را شاید متخصصان گفته باشند و من اون رو خونده باشم در خاطرم نباشد یا نخونده باشم، هم هیچ چیز نیست. یعنی چرا خانم ها در سن خب کلانسال در قریب تمام دنیا خانم ها بیشترند، یعنی مادران ما عمر درازتر می دیدند از پدران ما. برای به همین خاطر اگر به نظر گیریم که در سن از 55 تا 80 این فیصد یعنی خانم ها از مرد ها بیش باشد و در دیگر از این پایان اگر بگیریم که یعنی با فیصد خانم ها خیلی بیشتر از مرد ها می شود و اگر مفکوره تاجیکی خود را گیریم که در ما خب فرض کردیم یک جوانزن 24 ساله را در دهات ما علاقه پیر میگویند، یعنی برای زنگیری علاقه و کلانسال میگویند، یعنی برای فرزند خود. ببینید چه خیلی پرابلم ما داریم. اونه که تا به همین روز مردک های ما به خاطر بسیار زنگی خود میگفتند که تعداد مردها کمتر است و تعداد زنها بیشتر است، با خلاصه اومدن می شود که در سن جوانی تعداد زنها به مراتب کمتر از مردها است و این چه عاقبت خواهد داشت فقط خدا میداند و این خیلی آمار نگران کننده است و شاید متخصصان در این خب سوسیولوگ ها در این مسئله شاید یگان تحقیقات برند، لیکن همین آمار رو که دیدم و یک چیز بسیار جالب در اینجا است، بسیار جالب. ببینید 10 میلیون نفوس تاجیکستان نزدیک شدن دارد. اگر سال 85 گیریم به فکرم چیز کمی از 5 میلیون بودیم، 5 میلیون و چند صد هزار و در طول 30 سال ما گویا به 10 میلیون رسیدیم. تا چه حد این به حقیقت درست سازگار است، لیکن یک چیز ببینید، در سال 1979 به فکرم بود برای خطگیری اهالی که بود، اهالی بدخشان چیز حدود 200,000 رو چند نفر بود، 200,000 بالا از 200,000 اهالی بدخشان و می گفتن که این 2% یا 3% از نفوذ تمام تاجیکستان را تشکیل می کند و امروز که حوالی تاجیکستان به 10 میلیون رسیده است، در بدخشان هنوز همون 227,000 است. من حیرانم همین آمار چه خیلی گرفته می شود و چه خیلی همین 10 میلیون شهروند تاجیکستان به 10 میلیون رسیده است، یعنی نفوس تاجیکستان به 10 میلیون رسیده است. آیا همان 2 میلیون مهاجری که از امروز در قلمرو تاجیکستان قرار ندارند اونها هم به همین آمار وارد شدند، به همین تعداد وارد شدند، یعنی با شمول همان 2 میلیون
ای بگذار اینا 1 میلیون اعتراف کنن، بگذار 400,000 اعتراف کرده باشند، لیکن با شمول اونها این 10 میلیون است یا اونها با شمول اونها این 12 میلیون می شود. اگر من برام باورم که با شمول امان مهاجران، با شمول من و شما، من که هم امروز در تاجیکستان نیستم، همه ما در همین 10 میلیون وارد می شویم. لیکن چی سبب باشد که در همین 10 میلیون که همه بدخشانی هایی که بیرون از قلمرو تاجیکستان قرار دارند، اونها در آمار بدخشانی حساب نشده اند. چی رقمی و تعداد نه به اون خاطر که ما بگوییم که ما یک فرق شونده هستیم یا دیگر، لیکن ببینید ما یک اقلیت قومی هستیم، ما زبانی فرق کننده داریم و ما باید اگر آمار ما باید همین را به اینابت گیرد. چین قدر برندگان زبانی فرض کردیم شغنانی است، روشانی است، یزگلامی است یا و خب زبان اشکاشمی است و خی است، همین تعداد را ما باید دانیم در برای همان نهادهای علمی، نهادهای خب دولتیه که خب گویا ما برای پیشرفت این مردم، این چیزی یعنی یادگاری تاریخی ملت تاجیک، گویا برای پیشرفت اون ما باید مبلغ گذاری کنیم. ما حداقل باید بدانیم که خب چه عدد مردم تاجیکستان، چی در داخل تاجیکستان، چی بیرون از آن، فرض کردیم به زبان یزگلامی سخن میکنه، زبان یزگلامی رو بلد است، زبان خب سغدی رو بلد است، زبان اشکاشمی رو بلد است. یعنی اشکاشمی های در داخل بدخشان، در داخل تاجیکستان، بیرون از بدخشان و در داخل تاجیکستان و بیرون از تاجیکستان، در داخل مشترک المنافع و بیرون از مشترک المنافع. و ما باید همین آمار خیلی خوب میشد اگر میدانستیم، لیکن خیلی متاسفانه است که چرا باشد که ما از 227,000 بالا بدخشان نرفته ایستاده. خب همین خبرهای عمومی بودند در هفته سپری شده از تاجیکستان، از کل تاجیکستان. و البته که خبر اساسی ما باز هم بدخشان است، وضعیت در خاروغ است، وضعیت در بدخشان است. و هفته سپری شده 2 خبر آمد از بدخشان. یکی خبری که همان 6 نفر عضو کمیسیه مشترک تفتیشاتی که در خب وظیفه گرفتند همین واقعه های 25-28 نوامبر را تحقیق کنند در همبستگی با پروکراتور جنرالی. در ابتدای هفته اونها اعلان کردند که با وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان دیگر همکاری نخواهند کرد، چون که اونها مغرضانه به این مسئله برخورد میکنند. بعداً در مابین هفته گفتند که پروکراتور ولایت خیلی غرضناک پیگیری میکند، به کار دخالت میکند، به تفتیشات دخالت میکند و یگانه همکارشان را پروکراتور جنرالی گفتند. و اخیراً در 2 روز پیش اعلان کردند که دیگر گروه 6 نفره جامعه مدنی اصلا از هیئت این کمیسیون خارج می شود، خارج نمی شود، لیکن فعالیتش را باز می دارد، چون که طرف مقابل یک طرفه
پرونده رو بررسی دارد و پافشاری بر آن دارد که خب این جنایت را مردم صادر کرده است و مقامات در چارچوبه قانون گویا عمل کردند و این هیئت اعلام کرد که دیگر همکاری نمی‌کنند و اخیراً گروه 44 نفره با سروری فراموز ارگشف نیز اخیراً دیروز یا پره اعلام کرد که خب یعنی یک اظهارات را پخش کرد که حاضر با هم همون اظهارات را گوش میکنیم و باز ادامه میدیم. مرحمت نوار. هموطنان گرامی، ما ساکنان شهر خاروق و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان از سالهای 25 تا 28 نوامبر سال 2021 با حس مسئولیت بلند شهروندی با طلبات مردم جمع آمده در میدان اسماعیل سامونی و نمایندگان رسمی حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد به اعتدال آوردن وضعیت سیاسی، تامین صلح و ثبات وابسته یعنی به قضیه صحنه 25 نوامبر سال 2021 در دیه تفدیم نوعه روشقلا در نتیجه عملیات اپراتیوی جستجویی گذرانیده شد و شهروند زیوبیکوف گلبدین در آن کشته شد. وابسته به این قضیه مردم در میدان اسماعیل سامونی شهر خاروق جمع شدند. از تمام ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان و شهر خاروق جمع آمدند و برای یعنی مقصدهای در بالا ذکر شده ما شهروندان در اینجا حضور داشتن جان و سلامتی خود را در خطر گذاشته به محاکمه و بررسی طلبات‌های مردم از حکومت و طلبات حکومت از مردم کار و فعالیتمان را شروع نمودیم. تظاهرات به طور استخیوی و در زمینه هیجان صورت گرفت و آن را یگان کس تشکیل نکرد. در تظاهرات در نزد مقدسات ملت پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان از یک طرف و نشان دولتی جمهوری تاجیکستان از طرف دیگر و مجسمه اساسگذار دولت تاجیکان اسماعیل سامونی 17 نفر از تیر یراق و آتشفشان کارمندان حفظ حقوق زخمی شدند که 2 نفر آنها به هلاکت رسیدند. در فیلم نیروی قانون فقط مسئله جوابگری برای لطکوب کارمندان مقامات قدرتی برا مانده شده است و درباره جوابگری 2 نفر کشته شده و 15 نفر از تیر یراق و آتشفشان زخمی شده یگان گپ و گزار نیست. از اینجا سوالو به میون میبیان. این قانون برای کارمندان مقامات قدرتی نیست، قانون فقط برای مردم بیچاره است. پرینسیپ برابر حقوقی شهروندان در نزد قانون کجاست؟ او برای کیست؟ وی را باید رعایت نموییم، چه از طرف مقامات قدرتی و چه از طرف شهروندان باید رعایت کرده شود. سوال دیگر اینه کجاست اون نیروی ولایت قانون که هر روز از شبکه‌های تلویزیونی درباره اون از طرف زیاییان و کارمندان مقامات دولتی سخنرانی میکنند؟ کجاست اون نیروی ولایت قانون؟ طلبات‌های اساسی مردم جمع آمده از حکومت ولایت مختار کوهستان و بدخشان یکم این بود که باید گروه کاری از حساب نمایندگان جامعه شهروندی و مقامات تحقیق برنده و تفتیشاتی تشکیل شده. مقصد از اون عبارت بود که
اما حادثه ای که سانه 25 نوامبر سال 2021 در دیه تفدیم رخ داده بود و در نتیجه گذراندن همون فعالیت اپراتیوی جستجوی شاروان زیوبیکوف گلبدین به قتل رسانیده شد و طلب یکم همین بود و مسئله جوابگری و جزا دادن همون گناهکاران. طلبات دیگر عفو نمودن تظاهراتچیان که مردم در آنجا جمع شده بود، بعداً برآوردن نظامیان و بلاک پست‌های لوگی درآورده شده به حدود شهر خورخ و برآوردن نامردگان را از بیناهای ماموری، یعنی دسترسی به علاقه اینترنت و از کار سبکدوش نمودن سردار ریاست حکومت دولتی امنیت ملی در ولایت مختار کوهستان بدخشان. طلبات‌های اساسی نمایندگان رسمی حکومت جمهوری تاجیکستان از مردم از آن عبارت بود که اولا راه دارای اهمیت بین المللی کلما خورخ دوشنبه باید فوراً گشوده شود و میدان اسماعیل سامانی شهر خورخ را مردم ترک نمایند. وابسته به عملیات اپراتیوی جستجویی برمیگردیم به اون واقعه که سانه 25 نوامبر در دیه تفدیم یعنی گذرانیده شد و از اون در نتیجه اون شاروان زیوبیکوف گلبدین کشته شد. فعالیت اپراتیوی جستجویی فقط در چهارچوب طلبات قانون جمهوری تاجیکستان در باره فعالیت اپراتیوی جستجویی باید صورت گیرد. هر کسی که جنایت صادر نماید او را فقط سود جزا می‌دهد، نه مقامات کارای داخلی، نه امنیت ملی، نه پروکراتور. یگان مقامات حقوق جزا دادن بغیر سود ندارد. اگر چنین افکار و مثال کارمندان مقامات و حفظ حقوق برای مردم رها می‌بینند، پس مقامات سود برای چه در کار است؟ در نوار نیروی قانون شاروان زیوبیکوف گلبدین را به اساس و حکم سود سرکرده گروه متشکل جنایتی نام بردند که این عمل غیر قانونی مقامات اجرایی نظامی و قدرتی می باشد. غیر از این در نتیجه گذراندن این عملیات در دیه تفدیم شاروان زیوبیکوف گلبدین کشته شد و 2 نفر دیگر از تیر یراق آتشفشان زخمی شدند که هر دو معیوب گشتند. از تاریخ همه ما و شما میدونیم که گرمانیای فاشیستی یعنی جنگ دوم جهانی را آغاز کرده، در نتیجه آن بغیر از تلفات مالی و اقتصادی 60 میلیون آدم درگذشت. لیکن اما گناهکاران در شهر نیومبرگ مرافعه بود و بعد نسبت آنها سود حکم قتل را قبول نمود. یا که صدام حسین 75,000 ساکن آسایشته را با یراق کیمیاوی کشته بود و هم سود کردند. در جمهوری تاجیکستان برای مثال شکار خرگوش، شکار آهو یا ماهیگیری اجازت نامه مخصوص را از مقامات دخلدار میگیرند. در ما باشد به یگان چیز مردم را مثال میپرونند. جان مردم در ولایت مختار کوهستان بدخشان یگان ارزشی ندارد. خودتون قضاوت کرده اینو بها دهید. چون این نوارهای بی اساس، یک طرفه و ناعادلانه میتوانند به کار همون تفتیشات و وضع آرامی و تنجی جامعه و دولت را میتوانند خللدار نمایند. ما شهروندان قانونبردار جمهوری تاجیکستان، ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان از شهر خورخ و دیگر ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان یگان حامی سرکرده گروه متشکل جنایتی نداریم و اعتراف هم نمی کنیم. فقط با مردم و نمایندگان رسمی حکومت جمهوری تاجیکستان از سانه 25 نوامبر سال 2021 تا امروز با مقصد حمایت صلح و ثبات، عدالت سودی، امنیت شهروندان
تنجیب و امانی و رشد جامعه و دولت کار فعالیت کرده استوده. اگر یگان کس و یا قوه جنایت پیشا ما رو اداره می کرد و ما مقصد و نیت صادر نمودن جنایت می داشتیم، خللدار و ویران نمودن وضع تنج و صلح و آرامی جامعه رو می داشتیم، ما از منبر دیگر طلبات‌ها و دعوت‌ها رو عملی می نمودیم. اما دعوت ما از مردم فقط برای حمایت صلح و تنجی، آرامی جامعه و عدالت سودی بود و خلاص. این وجه‌ها رو بغیر از بعضی نمایندگان حاکمیت و اداره‌های دولتی مردم عادی تصدیق نمودن آموده هستند. تمام گفته‌ها و وجه‌های آورده شده در اظهارات ما با دلیل نوارهای ویدیویی و عکس‌ها تصدیق خود را یافتند و در آینده دسترس عامه وسیع خلق خواهند شد. تشکر به دقتتان. خیلی اظهارات عالی تمامی طلبات طبق تمام طلبات قانون اظهارات عالی، ولی در مقابل او یک مقدار آدمایی که سابق پروکورور نمیدونم کدام ناحیه، سابق پروکورور کدام ناحیه، اصلا از در ویدیوهای نوارهایی که امروز در تلویزیون بدخشان هر روز نشر می شود اصلا از قانون درک هم ندارن، از قانون بو هم نبردن و اینا میان چی میکنند؟ میآیند و خب قانون را یک طرفه قلمداد میکنن، یعنی قانون فقط برای مردم عادی نوشته شده است، قانون را فقط باید مردم عادی اجرا کند، ولی همین خب مقامداران در نزد قانون یگان وظیفه ندارند و این قانون است که در نزد این مقامداران موظف است که از این مردم یعنی چیز کند، از این مردم خب فشار و تعقیب و تحقیر کند و اینها آمدند خیلی به مورد اظهارات پخش کردند. و ببینید در چند روز پیش، یک روز پیش در تاجیکستان، من نمیدانم تا چه اندازه در تاجیکستان همین قدر آدم‌های میلیونر و میلیاردر وجود دارد، لیکن یک جنایتکار را گفتن که یک مرد 41 ساله از ناحیه نمیدانم وحدت، از یک مرد نمیدانم چند ساله از شهر دوشنبه به مقدار قریب $500,000 مبلغش را از خود کرده است. به خاطر چی؟ به خاطر اون که همون مرده که از این همون 41 ساله نمیدونم از این چند سالش مبلغ ها رو به خاطر خریداری ماشین های گران وزنی مرسدس و نمیدونم چی و چی 10 دونه ماشین های بارکش مبلغ ستانده است و او را فریب کرده است و این را بازداشت کرده. یکم سوال در تاجیکستان خیلی کیش کمی شبهه می آورد همون کدام این به همون خشتبار باز نزدیک باشند، همون بار همین خریدار و فروشنده یا چه رقمه به همین مقدار. خب در همین بورانی که امروز تمام صاحبکاران واقعی تاجیکستان و با بوران دست و پنجه نرم میکنن، ولی این خشتباری که از تمام اندازها آزادن این هم نزدیک به امان است. لیکن منظورم این نیست، منظورم آن است که در آنجا مرد 41 ساله، مرد نمیدونم چند ساله و تمام جنایت هایی که بیرون از بدخشان در دیگر مناطق تاجیکستان رخ میدهند، در آنجا نه مردک معلوم است او
اصل و نسبش، جای استقامتش، حتی اگر اصل و نسبش رو معین کنند استقامت کننده کدام منطقه معلوم نیست. لیکن فقط بدخشانی است که در روز اول بازداشتش او جنایتکار است، جنایتکار اعلام می شود. از او در رو نوار میکنند، در تلویزیون پخش میکنند و در تمام تاجیکستان ما را سیاه میکنند. و همین بود که امروز این یک نقشه سیاه‌کنی این مردم است و چی مقصد را پیش خود گذاشتند این معلوم نیست. و ببینید این قضاوت از خود شما است. ببینید دوستان، خب در زیر در کامنتاری ها میخواستم که شما فکری های خود را نویسید در این موضوع. چرا همین خیلی خب معیارهای دوگانه است. یعنی یک بدخشانی اگر یک مشت زد او چی می شود عملی به جامعه خطرناک صادر می کند، ولی در مرکز فرض کردیم جاغ یک وزیر رو می شکنند، این برای جامعه خوفناک نبوده است. یا یگان نفر دیگر رو لطوکوب می کنند یا یگان خانومی رو لطوکوب می کنند. اون روز این خانومی که لطوکوب شد و اخیراً جان به مدینه، نمیدونم فامیلیش از خاطرم برآمد، جان سپرد. خب در ابتدا قاتلانش را عموماً با عفو از جوابگری آزاد کردند و باز می گفتند که باز امان گناهگاران نه فامیله داشتند نه نام و نسب داشتند، نمی گفتند که او خب پسر یکی از والا مقام ترین عضو حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان است. اگر او عضو یگان حزب دیگر مخالف تا سال 2015 که حزبای مخالف در تاجیکستان بودند می بود، می گفتن این فرض کردیم جیان زایروف است یا نمیدانم جیان کبیری است یا یگان نفر دیگر. لیکن در این حالت ما آمدیم باز نه نام و نه نشان تا اون دمی که جامعه مدنی دوشنبه دست بکار نشد و با مکتوب دست جمانه نمی نوشتند و رستم امام علی از همه قانون ها بالا، از همه سودیه ها بالا، از همه پرکرور ها بالا و از همه باسوادترین حقوق شناس تاجیکستان رستم امام علی باعث شد که خب این پرونده از نو به دادگاه رود. و چی سبب است که ما بدخشانی ها با جزئی ترین خب حقوق ویران کنی ما میشویم جنایتکار و جنایتکاری که ارزنده است برای قتل بدون حکم دادگاه و اعلام کردن او جنایتکار و به قتل رساندن او. این یعنی در اینجا قانون دیگر خیل است، در اون طرف قانون تماما دیگر خیل عمل میکند. خب باز یک نوار دیگر را میبینیم. این فراموز و یک فراموز دیگر را حاضر میبینیم، دو فراموز بدخشانی. و همه ما شما میدونیم که از 25 تا 28 نویت در مرکز فاروق همایش به حقوق پیوست که باعث تاسف بود. گروه های جنایت پیشه که نبض جامعه را خلودار می سازند، فعالیت روزگار مردم مانع می شوند. ما با این کارو بی‌طرف نیستیم و ما این کارو را محکوم میکنیم. جنایتکاری در یگان دور و زمان در یگان دولت دنیا باعث حمایت مردم نیست و در نزد قانون باید جواب دهد. حکومت جمهوری تاجیکستان باید بر ضد جنایتکاری مبارزه برد. برای ما فرق ندارد که باید باقی را از کسی دیگر نباشد
و یا باید حیات آسایشته ما رو خلالدار نسازند و من این رفتار و کردار گروه جنایت پیشه رو محکوم میکنم و طلب ما هم همین است که ولایت قانون باشد و مردم آسایشته زندگی کنند و جنایتکار در نزد قانون باید جواب دهد. واقعهای ناخوشی که چیزهای 25 26 27 نوامبر در ولایت رخ دادند البته همه ما کلانسالان رو و یا نیو درجه خاطر کردند. کمی به گذشته نگاه کنیم. شهر مرکز نداشت. سال 1979 و درآمد سال 1980 همین میدان رو بعد از اون که نقشه گنرالی اون رو از طرف کمیته ساختمان و معماری تصدیق نمودند و ساختمانش سر کردیم. از ماه نوامبر خنک بود، همین ساختیم، گرد و اطراف درخت‌ها شنوندیم، گلکاری کردیم همه طرفشون رو. یک جای مقدس برای ما شهروندان، نه که شهروندان شهرخور، بلکه برای مهمانان، برای همه ساکنان ولایت حساب میشد. فقط همین طرفش رو، همین طرف گرد و اطراف امارت 29 اره رو بریده پرتافت هستند. و این زیب شهر بود. زیب شهر رو مگر همه خیلی کردن ممکن است. اره روی ساخته که قریب 20 سال شد که خیلی خوشرویند. گپزنی تلفنی یا با واسطه اینترنتی این عذر یگون عیب نیست. آدمون شناس میشن، اویلادور میشن. چه لازم بود که گروه آدمان با کابینت مقامات حکومت دولتی راشقل درآیند و غوغا بردارند. از ما 99 از 10% مردم با سواد با معلومات تنها انوان الیمنت های جنایتی که نشان دادن اینا 0 از 2% هستن. خودم واسه فکر میکنم که من ممکن دیگه دوشنبه نمیرم، چون که چقدر من شناسایی دارم، چقدر آدمایی که من در معارف 52 سال کار کردم من میشناسن. یعنی در رویه نمون فیلم و همون جنایتکاری من خودشون یعنی عیبدار میکنم که اونا فرزندان ما است. یگو مادر دنیا نمیخواد که فرزند جنایتکار باشد. برای همین من با مادران مراجعت میکنم که بیایید متحد شده سر روی هر یک قانونشکنی از طرف فرزندان پیشگیری کنیم. پیشگیری ما در آن است که در جامعه 10 سال است که قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تربیت فرزند 10 سال سپری شد که در اون 3 رکن اساسی یعنی اویله، مکتب و جامعه. فیلم نیروی قانون را تماشا کردیم. در از سخنرانی سابق رئیس ولایت همه سوالها به همه تحلیل خیلی دقیق و نقطه به نقطه جواب داد. کل جوانان من چنین هستم که به هر گونه گپای دروغ باور نکنن. امروز دولت متحد است و دولت هم میخواهد که باید جامعه سالم باشد و در چارچوب قانون عمل کنیم. همون روزایی که جنگ و جنجال در شهر خروج شد راهها بسته شدند، خوراکا نمی آوردند. باز میگن در بازار نرخ بلند شد. ضرر که دید با همین خلق شهر خورد. مردم بدخشان ضرر دید، نوعه شغلان ضرر دید، گرد اطراف شهر خورد تمام قشلاق‌های نزدیکی هستند. مواد خوراکا بلند شد در خرش، البته این با کیسه مردم میزنند. بسیار آدمانی که در واقع بودن بعضی‌هاشون نمی بیان به تفتیشات دعوت میکنن، خودسری میکنن یا اینکه نمی بیان با تفتیشات آمدن در کار تفتیش میکنن، خلاصه میبرورن. و همین خاطر گروه کاری شهروندی، جامعه شهروندی و مقامات پرکراتوری گنرالی در امکارات بودگر ساختار قدرتی کار میکنن که تیزتر تفتیشات با آخر رسد که یک خلاصه عمومی برارن. من بسیار التماس میکنم از شهروندان، از کل پدر و مادر و آنهایی که تاثیر بر جامعه دارند همین کار دیگر تکرار نشود. تکرار نکنید. قانون برای همه یک است. با همین خاطر ما باید قانون را رعایت کنیم. پیش از همه از جوانان بسیار خواهش التماس میکنیم کسانی که بی قانونی میکنن امروز یا پگاه یا روز دیگر
با وی جواب میدن. چون قانون از خلق طلب میکنه رعایت قانون. اگر ما قانون همه شهروندان جمهوری اسلامی رعایت کنیم، با فرزندانمون فهمونیم قانون و قانونیت، آنها با در رمق قانونهای موجوده جمهوری اسلامی زندگی و فعالیت کنند، این خیلی جنایتانه میشه. خب واقعا در اینجا یک برادر گفت که ما کهنسالان، این یک واقعیت است، واقعیت تلخی تاجیکستان است که در تاجیکستان سالها انسانها را کونه می کند لیکن به کمال نمی رساند. متاسفانه همیشه در ما چنین بوده است و همیشه اون وقتی که همین بندگان خدا جوانتر بودند، خب خیلی فرض کردیم داد خدا ارکیف میدان نشینی ها میکرد در همین جا که از قانون و قانونیت گپ میزند. یعنی لیکن با مرور وقت یعنی سالها اینها را کونه میکند لیکن به کمال نمیرساند. کمال به سال نیست، کمال به تفکر است، به برداشت است، به نمیدونم حتی به سطح تحصیلات انسان هم نیست. ما داریم دهقان چوپان را که در سن 20-25-30 خیلی انسان کامل است، کمال یافته است از نگاه انسانی، ولی پروفسوری را داریم که 90 ساله هم شود کونه شده است و به کمال نرسیده است. یک کودکی 90 ساله باقی میماند که همین بندگان خدا این رو علاوتاً ثابت می سازند که سالها آدم را کونه می کنند، یک اشیا را یک چیز را کونه می کنند لیکن سالها نمی توانند آن چیزی که کمال میافتگی نیست به کمال رسانند. و این متاسفانه شهروندان جمهوری تاجیکستان، مردم تاجیکستان در بسیار موردها از خود یک همین کهنی رو باقی میمانند ولی کمالات رو نه. و ببینید در اینجا داد خدا ارکیف، این بنده خدا در میدان سال 1992 در میدان مرکزی شهر خروز، در همون میدانی که امروز گویا میدان خیلی آباد است، اون روزها میدانید همین رئیسان شهر ابراهیم قاضیبکوف و فراموز امام بردیف که ابراهیم بک قاضیبکوف اعتراف کرد او دیگر در رئیسی بغیر از گلکاری و درخشنانی یگان چیز از خود باقی نگذاشت. یگان چیزی از خود باقی نگذاشته است که بگوید که من رئیس که بودم انا همین خب مسئول زحمت من است. همین طور دیگر امام بردیف فراموز نمیتواند شاید به جز یک دو بوته نشان دهد که همین آبادکاری همین مسئول دست من است و اینا اعتراف دارند که اما میدانی که در آن داد خدا ارکیف خودت قطعی من ایستاده بودی و ما جمهوری مختار رو تأسیس دادیم، خودت همانجا ایستاده بودی، دیگر خیلی صحبت ها میکردی. در همون میدان همان خب چیزهایی که بودن، پلیت های بودن که میدونید چقدر وزن هر یک پلیت، اونها را در بدخشان استحصال نکردن، اونها را در شاید دوشنبه استحصال کرده باشند یا دورتر و اونها را چقدر زحمت قطعی اون میدان کلان است کشانده آوردن اونجا ماندن. میدان خیلی میدان بود، میدانی که برای خب میدان برای اون کارهایی که به نظر گرفته شده است پیش بینی کرده شده است. از اونجا یعنی در اونجا
تظاهرات ها چی به فایده، چی به جانبداری و چی به اعتراض میگذارد. خب انا در همون روز و ساعت من خودت در همون میدان استاده بودیم و من بعد رئیسانی که امروز خود را تعریف میکنن آمدند و همون بتون ها را با کسی در کار شد، اونا را کندن گرفتن. در اونجا یک پلیت های دوران استقلالیت، پلیت های آریایی آوردند که اونها خیلی ضعیفتر از اون بودند و در اونجا یک قسم کلان میدان را کندند. اونجا گویا گل بتزار کردند، اون را یک به یک چیز تبدیل دادن که باز در درون او یک گله بت‌های چندتینه، اون بت‌ها همان قهرمان های ملت، همون قهرمان هایی که به خاطر اونها همون بت‌ها گذاشته شدند. او قهرمان ها البته که ارزش دارند، ولی اون بت‌های چندتینه که با چند تین اونها را یعنی چی کردن، فرمایش کردن و با چند هزار سوم یا دلار اونها را حجت گذاری کردن. محض همین رئیسان، محض همین فراموز قانوندان که میگه قانون را رعایت کنید. خودت در وقت رئیسی شهر چقدر قانون شکنی کردی؟ خودت در وقت رئیس کمیته دولتی امنیت ملی چقدر قانون شکنی میکردی؟ اگر همان وقت و ساعت تو بر این رئیس شهر نمی بود، امروز شاید چقدر انسان ها زنده میموندن. اگر تو رنگ تو رئیسکو کارتان را در وقتتان به طور باید و شاید انجام میدادید، یک نهاد دولت هم میساختید. دولت یک عائله نه، دولتی که او نهاد است. دولت به معنای دولت است، او یک نهاد است. او را شما نساختید، شما خراب کردید. شما آمدید چند درخت را، ابراهیم بیگ قازبیکوف میگوید که 29 درخت یا 26 درخت را، این همان درخت ها را آورده است که در اونجا 3-4 درخت را کندن این بچه ها برای خب صد ایجاد کردن که از اونجا بتر و BMP نهایت باز به سر مردمی بیچاره. لیکن اما 26 را همین رئیسان شما فروختن. اینها میدانید چه خیلی میفروشن. اینها میفروشن، بعد به آدما میگن که خی روز یک شنبه اینا را بریده، بعد همین خیلی اینا را چی کن که نتابند. خودم شاهدم، همین فراموز امام بردیف با چندین نفرها همین خیلی درخت فروخت که روز یک شنبه اینا را بریده گیر، بعد جایش همین خیلی کن که هیچ کس نداند. نبودم این خیلی فراموز، من شاهدم فراموز. امروز تو غمخوار درختها شده ای و اینها از درخت گپ میزنند. اینها چقدر جنگل و باغها رو خراب کردند. در خاروق امروز یک جای عمومی نیست، یک میدان نزد بازار سودا شده است و در شهر برای ایستگاه ماشین ها در کنارهای شهر جا نیست. همه را به سودا زدید. از همه زیاد بد همین فراموز امام بردیف خودت فروختی تمام شهر، خودت فروختی تمام شهر. در شهر فنتن ها را فروختید، جایهای استراحتی را فروختید، تمامی شهر را فروختید. امروز شهر به معنای تامش نیست. شهر اون شهر نیست که ابراهیم بیگ میگه. اون شهر نیست که 2 درخت شناندی، 2 بته شناندی و اون شهر شد. باز این فراموز میگه که رو در خانه خود درختها را بریده گیر، شهر را بیزیب نکن. او بنده خدا، او خانه او هم در شهر است، درختهای خود هم برد، باز همون شهر بیزیب میشود. چه خیلی فکری داری و فکرت فقط در گرد همین است. او همون نزد بازار
یک نقطه عمومیه که به شهر مقامات شهر دخل داشته باشد. در تمام قلمرو شهر به مقامات شهر دخل داشته باشد. همون ستیانکا میگن، ستیانکای ماشین هایی که امروز در تمام دنیا او به بودجه محل مبلغ میورد و مردمی شهر در هر سال در مرکز شهر در نزد بازار او تنبشوی ماشینا را بگو، به خاطر همون تنبشوی را بردارد مردم غوند را بردن با یک کنار شهر. بیچاره مردم از اونجا باز علاوتا پول داده به شهر میان. مردم دیگر روشانه به یک کنج دیگر. به خاطر چی؟ به خاطر همین که مرکز شهر را همه فروختید، همه به چپ و راست فروختید و شما امروز میایید این جوانو را میگید که میدان ویران کردن. اون میدانی که شما ویران کردید، اون میدانی که من و داد خدا ارکایف در آن جمهوری مختار کرده بودیم، اون را شما خراب کردید. داد خدا ارکایف که امروز از باقر گپ میزنی، این کلمه را در دهان تمام فرمچی کدام که گذاشت، همین سخن را در دهانت و توسط تو پگاه میخواهد رنگ گلبدین باقر را هم به قتل رسانند، همچون با زبان خودت او را جنایتکار برآورده. پسرت در کجا است؟ پسرت کی در پیگرد قانون بود، حاضر کی در او تبلا سرول صورت من است، در ریاست کارهای داخلی صورت من است و در قطار من دیگر برادرای مبارز هستند و در همان جا صورت یکی از ارکایف ها بود که به داعش رفته بود. در امون سخن کن، در امون موضوع سخن کن. و امروز بسیار برادران میگن که خب اینا میخوان بین ما نفاق اندازن و ما یعنی در بین ما همدیگر فهمی رو از بین برند و ما با یکدیگر دشمنی کنیم. نه، این برادرها هیچگاه دوست ما نبودن. اینها همیشه ببینید خودشون خوردن گشتند به گفت خودشون، فرزنداشون جا به جا کردن، نبیره هاشون جا به جا کردن. یک بینید به وظیفه ها تعیین می شوند از 92 تا به این سو. ما در جمهوری و در ولایت و در شهر و در ناحیه بیرون از امان یک اولاد آدم ها نداره. در اینجا یک فامیله حاضر نمیخوام همون فامیله او را نمبر کنم، در اینجا یک فامیله دیگر، همه یعنی از همون به همون 4 آشیانه شهر خروخ که در آمد از آنجا مردهش را میبرورند و هیچ نیکی از آن بیرون شوند و چقدر پست نزنند. همین خود فراموز آخران باری که از رئیسی شهر سبکدوش شد برای من وعده کرد که با چقدر کمپرامات ها دارد و به من اونها را تسلیم میکند، ولی کدام یک وظیفه دادند و این موضوع رو چی کرد؟ پوشید. لیکن نیت داشت که کدام کمپرامات بالای همین مقامات دارد و به من دادنی بود. یعنی اون روزی که اینها فقط برای همون جای گرم و نرم خود مبارز هستند. امروز از قانون گپ میزند. ببینید پیام فراموز را گوش کنید. فراموز چی میگن؟ قانون، مردم در چارچوبه قانون باید عمل کنند. انا فراموز دیگر، من فراموز یکم گفتم. فراموز رئیس شهر میگه که مردم باید قانون را چی باشد؟ غلام قانون باشد. مردم غلام قانون باشد. مردمی که
از من پایان تر هستند. یعنی مقامات بالا از قانون است، مردم پایان از قانون. برداشت همین بنده خدا همین است. من که رئیس شهر و رئیس کگبه بودم، من بالا از قانونم، قانون در دست من است و من خیلی خواهم همون قانون را استفاده میبرم. شما در زیر قانونید و شما خواهید نخوانید قانون را اجرا کنید. و فراموز دیگر نیز از قانون گپ میزند و او میگه که شما باید در زیر قانون اول باشید، به خاطر آنکه مردم تنج و آسوده باشد. یکم شما باید غلام قانون باشید. شما قانون که در دستتان است، حکومت که در دستتان است، شما غلام قانون باشید. بعد از مردم طلب کنید که اونها غلام قانون باشد. لیکن قانون به شما تعلق نداشته است. شما چیزی به نامعقوله خواهید کردن بگیرید و مردم بدخشان هنوز از سال 1985 شروع از بازسازی گربچاوی همیشه از قانون جانبداری میکردن. دولت خدا نظرف سال 89 بود به فکرم یا 90 بود، انتخابات آخر پارلمانی اتحاد شوروی که بود، دولت خدا نظرف آمد پیشبری کردن و کمیته ولایتی اون دوره مرکزی ولایتی حزب کمونیستی تاجیکستان برای او اجازه نداد به تالار وارد شدن. او خب مرحوم آتخان لطیفی به خاروق آمده بودن و این جوانای خاروق بودن که همین خیل جوانای خیلی که شما امروز میگید که گروه های جنایتکار جمع شدن در میدان و پافشاری کردن و دولت را با همون تالار مجلس گذرانی که امروز دانشگاه خاروخشهر اونجا هست وارد کردن، ولی آتخان لطیفی را نماندند اونجا وارد شود و دولت خدا نظرف در اون روز و ساعت با اکثریت کل آوازها نامزد به وکیلی مجلس وکیلان خلق اتحاد شوروی از حوزه خاروق، امروز که از حوزه خاروق یک نفر، از نیم ولایت یک نفر وکیل در پارلمان جمهوری است. ما از بدخشان 3 یا 4 وکیل در پارلمان اتحاد شوروی داشتیم. تا چه اندازه اینها ما را 227,000 که میگویند، به خاطر همین که ما زیاد از همین 2 نفر وکیل نداشته باشیم و این 2 نفر وکیل را هم با همین راه و روشی که اینا دارن میخواهند که این را هم از ما بیگانه کنند. پگاه از حوزه خاروق 41 یک نفر دنغرچی بیاید، از حوزه ونج 40 باز یک نفر دیگر از بیرون از ولایت بیاید و همین قطعی. خب بدخشان باید اصلا آوازش در جمهوری خفکان گردد و ما باید آوازمون اصلا نبراید که این برای اینها خطرزا می شده است و از همین خاطر خب ببینید، یکی از روزنامه‌نگاران فرانت خلقی، حامی فرانت خلقی، در یکی از مطلبهاش نوشته بود که بدخشانی ها صاحب غرور بلند محلی هستند و این را با این ما را بدخشانی ها را نکویش کرده بود که ما غرور بلند محلی داریم، یعنی محلچی هستیم. خب این توده باز آمده است. همین غرور محلی ما، یعنی متحدی، یگانگی، استادگری، از حق خود دفاع کردن ما را تشکیل گروه متشکل جنایی قلمداد میکنند و همه آن چند 5-6 هزار نفری که در میدان مرکزی شهر خاروق جمع آمدند، اونها را گروه متشکل جنایی قلمداد میکنند و امروز پافشاری بر آن دارند که
در تمام بدخشان را تمام بدخشان را امروز به یک بازداشتگاه موقتی یعنی سیزا تبدیل دادن. تمام بدخشان از درواز سر کرده تا مرغاب. همین لیتنانتک ها و پراپورشیکک های کگبه و نمیدونم انوده شون می روند، سرژانتک های انوده شون می روند، مردم را مجبور میکنند با متن تیاره اونها را نوار میکنند. یعنی این یک نوع ببینید دهشت افکنی، هراس افکنی از طرف ساختارهای قدرتی نسبت همین مردم بدخشان است، از درواز تا مرغاب. و ما هر روز شاهد این ترور مردم میشویم. اونها را خیلی که تروریستا میآیند با گروگاه میگیرند. اینا گلبدین را گفتن که یک پروکورورچه را گروگان گرفته است، با پیش رئیس نایه آورده است، گروگانش را در همبستگی با رئیس نایه او را گروگان گرفته است. لیکن اینها کل ولایت را گروگان گرفتند و رنگی که همان تروریستا می آیند، همان دهشت افکنا می آیند و نوار می کنند و این گروگان گرفتهشون، یعنی این محبوسشون از طریق نوار به خویشاوندان خود مراجعت می کند و می گوید که همین قدر سوم جمع آورید، یا به حکومت مراجعت می کند و می گوید که به اینها یک تیاره و همین قدر سوم تید که ما را می کشند. امروز عیناً از همین شیوه یتیموف استفاده برده ایستاده است و مردم بدخشان، تمام مردم بدخشان را گروگان گرفته است. و این نوارهایی که پخش کرده بودیم، این نوارها چقدر نوارها و چقدر انسانها را آوردند و مجبور کردند که به خاطر همان چند پیسه‌ای که اونها معاش میگیرند، و همون خاطر همون چند پیسه اونها را متهم کردند و مجبور ساخته ایستادند که داد خدا ارکایف بیاید و نام باقر را بگیرد. اصلا او نام باقر را نمیگرفت اگر حکم نمیشد. یک خواهر دیگر از درواز آمد نام باقر را گرفت، یک تای دیگر. همه همین گفته ها در اونها برای اونها آماده است، پیش شده است. و ببینید من در برنامه پیشتره هم به زبان شغلی همین مثال را آوردم. امروز در جمهوری انگوشتی در روسیه نیز یک دادگاه نسبت شخصان برومندترین این ملت پرونده جور کرده است با اتهام تشکیل گروه اکستریمیستی و از 7 سال تا 9 سال زندانی حکم زندان برای اونها صادر کرد. و عیناً همین کار را یتیموف و رحمانوف نسبت بدخشان کرده ایستادند. و در رفت سود یک جوان با نوشتجات به پیکت می براید و با همان نوشتجات می ایستد و مقامات ارگانهای دخلدار با پدر موسفیدش زنگ می زنند و می گویند که پسرت را نمی بینی، پسرت را تربیه نمی کنی، پسرت ضد دولت خیست است، پسرت جنایت کرده است، پسرت اکستریمیست ها را جانبداری کرده ایستاده است. عیناً اون چیزی که فراموز امام بردیف میگوید، عیناً اون چیزی که ابراهیم بیگ غازی بیکوف میگوید، عیناً همین گپا را یعنی همون مقامات قدرتی به پدر همون جوان زنگ زده میگویند و در پاسخ میداند و پدر چی میگوید، پدر پیر همون جوان چی میگوید. یک بدخشانی کهنسال، خیلی که اینا میگن کهن شده بدخشانی کونه شده، یک بدخشانی کونه شده پیدا نشد. رنگ همین این گوشه که همین پاسخ رو به این مقامات دهد و او پاسخ خود را در رسانه هم
نشر کند. این گوش این پاسخ را از طریق تلفن به اون لعنتی امنیتی گفته است و او پاسخش را در رسانه هم نشر کرده است. این موی سفید گفته است که من متاسفانه خیلی پیرم، اگر نه در کنار پسرم ایستاد میشد. و من از تمام شهروندان تاجیکستان، از تمام کلانسالان تاجیکستان امیدوارم که چنین پدرها، چنین باباها، چنین مادرها، چنین ماماهای ما هم زیاد شوند که به چنین پاسخ دهند. بگذار فرزندای شما که به خاطر ناموس خود، به خاطر شأن و شرف انسانی خود آواز بلند میکنند، از کار آزاد میشوند، به خاطر شأن و شرف خود ایستادنشان اونها را 5 سال و 7 سال و 10 سال زندان میکنند. شما در کنار اونها ایستاد شوید. شما بیایید و از آنها دفاع کنید. شما همه را زندان کردن نمیتواند. بیایید رنگ امان پدر این گوش، پیرمرد این گوش، مردم تاجیک، کلانسالان تاجیک به فرزندای خود نیروی بخشید. گلبدین زیابکوف این قهرمان است. اینجا خوشقدم اسمت اللهیف که خیلی احترامش میکردم تا همین روز که حق استادی به من دارد، خیلی احترامش میکردم. متاسفانه امروز نمیتوانم بگویم که احترامش میکنم. میگه که 52 سال من در معارف کار کردم و 0.2% جنایتکار، یعنی گلبدین را به همان 0.2% 0.102% وارد کرد و 99.8% خودش را به 99.8% وارد کرد. من فخر میکنم اگر گلبدین در همان 0.002% باشد، من فخر میکنم که در کنارش در همان 0.02% باشم، نه در کنار 99.8%. و علاوه گفتنی هم که اگر میلیون مگس گوید که افلاسی خوب است، یک آروی عسل باور نمی کند که همان افلاسی خوبتر از همان گل است. و آروی عسل از مگس خیلی به مقدار کمتر است. از همین خاطر اون 99.8% ماند با همون 99.8%. لیکن همین گلبدین این مقدسات این خلق من است. رنگ دیگر قهرمانو، رنگ شیرینشاه شاه تیمور. و من به شما حق نمیدهم که شما گلبدین را در همین خیل با زبانی در چنین متنی های افلاس نامش را جا داده باشید. شما از نامش را جا دادن می‌هراسید نامش را در آنجا جا دادن، چون که خودتان میدونید در 52 سال فعالیت پداگوژیتان محترم خوشقدم اسمت اللهیف، در 52 سال فعالیت پداگوژیتان شما همین خیل رنگ گلبدین زیابکوف شاید تربیت نکرده باشید. شاید اگر کرده باشید خیلی ممنونم. یعنی یک گلبدینی دیگر اگر در طول همین 52 سال تربیت کرده باشید من خیلی خرسند میشم. لیکن گلبدین، شیرینشاه شاه تیمور، مجنون پلای و بمانند اینها قهرمان‌های ما داشتیم، داریم و خواهیم داشت و ما نمیگذاریم که شما نامشون را سیاه کنید. نام خودتان را سیاه کردید، در تاریخ نام خود را به سیاهی چی کردید؟ ثبت کردید، لیکن به مقدسات ما نرسید، به مقدسات مردم بدخشان نرسید. ما قهرمان ها داریم و این قهرمان ها خدا خواهد برای این قهرمان ها ما
در وقتش هیکل ها میگذاریم و فرزندان و نبیره های شما به پیش هیکل های اونها گلچنبر ها میورند و من دعا میکنم که هرچی تیزتر به اون روز رسیم و اون پرابلم هایی که امروز از ابتدا از همان ابله و جوانی که در فرودگاه کلاب ابله شد تا به همین جنایت کار اعلام کردن تمام مردم بدخشان این یک حل دارد. همه همین پرابلم ها یک حل دارند. از تخت کردن امام علی رحمانوف با دار و دست یگانه حل همین است و تا آندمی که همه مردم همین را درک نکرده است ما میواییم هر تیرما و هر بهار جوانها را قربان میتیم. ما رنگی که ضحاک جوانها را برای مارهای خود میخورند این ضحاک هم جوانای ما را هر بهار و هر تیرما به خاطر بیارید. از ناحیه طویل‌دره شروع کرده از ولایت کولاب از ولایت سوق و آمدند انا طول 11 سال اخیر هستی اینها از بدخشان دستشان کنده نیست. هر سال بهار و تیرما در اینجا ما قربانی داده ایستادیم و اینها از خون بدخشانی سیر شدنی نیستند. خب با همین صحبت این هفته‌ینه خود را به اتمام میرسانم. شما را به خدا میسپارم. الله یار و مددگار همه ما و شما باشد. سلام و درود به بینندگان شبکه ماهواره‌ای پیام تیوی. با درخواست زیاد شما بینندگان در این نوار برایتان آموزش می‌دهیم که چگونه باید به شبکه ماهواره‌ای ما پیوست شد. برای این خریدن موجگیری نو لازم نیست و تنها با پیوست کردن یک سرک موجگیری LMB یا همان گلافکه علاوگی می توانید این کار را انجام دهید. این موجگیری هاتبیارد است که بیشتر شما از آن استفاده می کنید. نگاه کنید. هاتبیارد 13 درجه‌ای و این هم شبکه PMC منوتو. با همین موجگیر شما می توانید به ماهواره یوتلسات پیوست شوید. برای این یک دانه سرک موجگیری لازم داریم، یک دانه دست قیچی و یک دانه خمود. دست قیچی را با خمود روی سرک موجگیری هاتبیارد می چسبانیم. سیم را با LMB یوتلسات پیوست و سپس تنظیم می کنیم. این هم ماهواره یوتلسات و این شبکه منوتو که در اولین مقام پیدا شد و حالا ما آن را تنظیم می کنیم. اینک ماهواره یوتلسات تنظیم شد و چنانی که میبینید فاصله بین هر دو سرک موجگیری خیلی کم است. اکنون میتوانید با جستجو در این ماهواره شبکه پیام تیوی را هم پیدا کنید. چنانی که مشاهده کردید زحمت زیاد صرف نشد و پیوستنش هم بسیار آسان است. اکنون که یاد گرفتید هر یک از شما می توانید از تجربه پیوستن به شبکه ما یک نوار ثبت نمایید و به ما ارسال کنید. بهترین نوار به جای این نوار ما همچون نوار آموزشی استفاده خواهد شد. ما می توانیم برای بی‌خطری صدای شما را عوض کنیم. با ما باشید و برنامه های پیام تیوی را پیگیری نمایید. نشانی ما در ماهواره یوتلسات. ماهواره یوتلسات 7B، موقعیت 7 درجه شرقی، فریکانس 11262، سرعت نشانی 27500، پولاریزاسیا HFEC 5